این لحظه باز امکان داریم به یکی از مکان‌های آبی کشورمون سفر کنیم. اگر گذارتان به شمال کشور افتد، حتما چشم کس و دریای سیحون یا سردریا می افتد که از میان شهر خوجند می گذرد و چندین موسیقی کشوری ما و دولت‌های همسایه را شاداب می گرداند. سردریا سردریا که از ارتریاهای بزرگی آبی سرزمین آسیا میانه بوده 443,000 کیلومتر مکعب مساحت دارد. طول آن از شمال به جنوب به مسافت 800 کیلومتر و از غرب به شرق 1600 کیلومتر است. حوزه سردریا 32% مساحت آسیا میانه را اشغال کرده است. جریان سالانه دریا 14 کیلومتر مکعب است. حوزه آبقنداری سردریا اساساً به قسم غربی سلسله کوههای تیانشای، نشابی‌های قطارکوهای آلای و نشابی‌های شمالی قطارکوی ترکستان منسوب است. سردریا از رودهای نارین و قرادریا سرچشمه میگیرد. در سرابش قرقیزستان نارین نام دارد. ذخیره آبی رود نارین 3 مراتب زیادتر نسبت به قرادریا است. دریای سیر ادامه رود نارین بوده، قرادریا شاخه‌های چپی آن میباشد. درازی عمومی سردریا از آنجایی که قرادریا و نارین با هم پیوست میشوند 2212 کیلومتر است، ولی از سراب نارین 3019 کیلومتر میباشد. مساحت حوزه آبقنداری سردریا 219,000 کیلومتر مکعب است. دریاهای قطارکوهای ترکستان، آلای و تیانشای غربی که آب خود را به نارین می‌ریزند، پرآب شده به واسطه وادی فرغانه و پستی توران جاری شده، سپس به قسم شمالی غربی تاب خورده از دامنه قطارکوی قراتاق می‌گذرد. بعداً دشت‌های هموار قزاقستان را عبور کرده به بحر ارال می‌ریزد. در حوزه سردریا در مجموع بیش از 2600 کول، 29784 دریا با مساحت 108634 کیلومتر وجود دارند. سردریا در سرچشمه‌اش یکی از دریاهای بزرگ کوهی بوده، از بلندی‌های 4000-5000 متر جاری می‌شود. سردریا نسبت به عمودریا ذخیره آبی کم دارد. اگر حوزه آبقنداری سردریا در یک شبانه روز 1200 متر مکعب ثانیه باشد، در عمودریا 2500 متر مکعب ثانیه را تشکیل می‌دهد. سردریا از برف و پریخ‌های دائمی غذا می‌گیرد، برای آنکه در قسم کوهی سردریا پریخ‌های زیاد موجودند. از این رو غذاگیری سردریا به تیپ غذاگیری پریخی و برفی راست می‌آید. تنها قسم شمال قطارکوهای ترکستان و آلای زیاده از 250 پریخ دارد. در بالابین دریای نارین باشد 200. در قسم جنوبی غربی قطارکوهای فرغانه 57 پریخ به قید گرفته شدند. مساحت عمومی پریخ‌ها 2208 کیلومتر مکعب را تشکیل می‌دهند. مقدار عمومی دریاهایی که در حوزه سردریا جای گیرند از نگاه هیدرولوژی
تا حال تنها 131 تای آنها آموخته شدند. در ولایت سوخت تاجیکستان آبانبار صنعی قیراقم برای آبیاری نمودن زمین‌های سال‌های 50 عصر 20 ساخته شده است که ما یکی از برنامه‌های خود را به این مکان بخشیده بودیم. عموماً سردریا یا سیحون از جمله مکان نادر آب شیرین سیاره زمین به حساب می رود.